اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب. سوره المسد. الله تعالی می فرماید تبت یدا ابی لهب و تب. جمله تبت یدا جمله دعایی است، رد از بالای دعای بد و همچنان فعل بد که از ابولهب صادر شده بود. در کدام موقع؟ در بالای کوه صفا. بخاری و مسلم هر دو از ابن عباس رضی الله عنهما در شأن نزول این سورت روایت را نقل میکنند که ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی از روزها بالای کوه صفا بلند شدند و صدا زدن، قبایل از قریش را نام گرفته. همه از اینها در اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان فرمودند که اگر من براتان بگویم از پشت این کوه لشکری صبح یا بیگاه بالای شما هجوم میکنه، شما تصدیق میکنین، قبول میکنین؟ همه فرمودن بله، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در قریش شخصی امین و راستگو معروف بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن پس من نذیر هستم از جانب الله تعالی، بیم دهنده هستم، شما را میترسانم. از چی؟ از عذاب سختی که در آینده آمدنی است، از این شما را میترسانم. خود از این عذاب نجات بدهید. یگانه راهی که از این عذاب خود نجات بدهید اسلام قبول کنید، ایمان قبول کنید، ایمان بیارید. ابولهب از این حرفهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار خشمگین شد. در بعضی روایات میاد که سنگ را برداشت بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم پرتاب کرد و به زبان گفت تبا لک لهذا جمعتنا، هلاکت باد، تباهی باد بر تو، به خاطر همین حرف ما را جمع کردی. در مقابل ای حرف بدی، دعای بدی ابولهب و همچنان فعل بدی ابولهب که سنگ پرتاب کرد بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای آیت الله تعالی نازل کرد و بندگان خود خبر داد که ابولهب از اهل دوزخ است. ابولهب در دنیا در زندگی خودش خبر داده شد که این شخص دوزخی است و زنش هم از جمله دوزخی است. زنش هم دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیت میرساند. اینها از اهل دوزخ هستند. میفرماید الله تعالی تبت یدا ابی لهب، تبت یدا، هلاکت باد، تباهی باد بر دو دستی ابولهب. اینجا دو دست ذکر کردن مراد همه اندامش است. ذکر جز مراد کل، یعنی جز فقط دست ذکر کرده و مراد تمامی اندامش است. و تب و این جمله خبری است و هلاک شد ابولهب، تباه شد ابولهب. به صیغه ماضی ذکر کرده چون الله تعالی چیزی را که ذکر کرد یقینی است، در آینده حتمی واقع شده دیگه. چیزی که عام به یقین میآید در حقیقت واقع شده. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. شاید در ذهن سوال بیاید، فکری در ذهن شاید شخصی وارد شود. ابولهب صاحب جاه بود، صاحب مقام بود، صاحب نسب بود، اولاد زیاد داشت. نمیشه روز قیامت این نسبی ازی، جاه و مرتبه ازی، به درد ازی بخورد و ایر از عذاب خلاص کند، یا با مال و سرمایه خود رشوت بده خود خلاص کند.
الله تعالی میفرما اغنا عنه، فایده نرساند از این مالش و روز قیامت فایده هم نمیرساند. مال یزی و ما کسب، و آنچه را که کسب کرده. آنچه را کسب کرده مراد اولادش است، یا اعمالی که بعضی اعمال صالحی را انجام داده. هیچ چیزی ازی به دردش نمیخوره. چون کفر، وقتی که کسی از دنیا به کفر میرود، به شرک میرود، الله تعالی تمام اعمال یزی را تباه میسازد، تمام اعمال یزی را از بین میبرد، گویا هیچ چیزی انجام نداده باشه. سیصلا نارا ذات لهب، تأکید میکنه، به تأکید ذکر میکنه الله تعالی سیصلا، زود است که داخل میشود ابو لهب، نارا، آتشی جهنم را، ذات لهب، آتشی که صاحب شعله است، آتشی که بسیار سرسخت است، می سوزاند زیاد و محیط هم است، هیچ جا را نمیگذاره، از هر طرفی هجوم میکنه، عذاب میده الله تعالی به این آتش انسان را. نعوذ بالله من هذه النار. و امرأته حمالة الحطب، و امرأته، و همچنان زنی ابو لهب داخل می شود جهنم را، آتش جهنم را. زنی ابو لهب گفتیم یه هم از دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، خاشاک و خار جمع کرده آورده در راه رسول الله صلی الله علیه وسلم هموار میکرد تا اینکه به این طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیت برسانه، تکلیف بدهد. حمالة الحطب، بردارنده ایزم بود، ایزم جمع کرده، خار جمع کرده آورده در راه رسول الله صلی الله علیه وسلم راست میکرد. فی جیدها حبل من مسد، فی جیدها، در گردن یزی زن، حبل، رسن است، رسن می باشه، من مسد، از پوست خرما. عرب ها از پوست خرما رسمان یا رسن می ساختن، رسنی محکم و خوب درشت می آمد. روز قیامت برای زن ابو لهب نوع عذاب می باشد. نوع عذاب یعنی که در توقی آهنی یا توقی عذاب در گردن یزی گذاشته میشه، یا این معنا را داره. یا بعضی مفسرین گفتن که به امی رسنی محکم ایزن از جهنم بالا برده میشه و باز به جهنم انداخته میشه. در این سوره آدم متوجه باشد به چند چیز. اول فکر کنه ابو لهب کی بود. قبل ذکر کردیم ابو لهب کاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم، نزدیکترین شخص به رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. لکن ابو لهب این نسبی نزدیکش چیزی فایده‌ای برش نرسان. و همچنان ابو لهب در قریش شخصی معتبر بود، حرف شنیده می شد، صاحب مکانت و جاه بود، سرمایه و زندگی هم داشت، اولاد هم زیاد داشت. این چیزا در روز قیامت به درد نمی خورد، بجز اعمال صالحه، بجز قلبی سلیم و دلی پاکت، چیزی دیگری پیش الله تعالی به درد خوردنی نیست. همچنان عذابهای الله تعالی در جهنم گوناگون است، تفاوت میکنه. بعضی عذابها سختتر است از بعضی دیگرش. ابو لهب و زن یزی، چون اینها انسانهای شقی در دنیا بودن، در آخرت بدترین عذاب را میبینن. الله تعالی هر بنده مسلمان را از اعمال بدی ابو لهبیان نجات بدهد و از مسیر بدی از آنها هم نجات بدهد. بارک الله فیکم.